زنها در افغانستان باور دارند که سازش صلح ایالات متحده آمریکا و طالبان آزادی‌های به سختی به دست آمده را از بین میبرد. گروه افراطی طالبان سالهای 1996 تا 2001 در افغانستان در سر قدرت بود. آینده مبهم و نامعلوم در پشت از این توافقنامه میبینم، چون با باور ما طالبان هیچ به صلح باورمند نیستند و اونا اصلا. نمایندگان ایالات متحده آمریکا و طالبان روز 29 فوریه سازش صلح را به امضا رسانیدند. این سازش جدول خروج نیروهای ایالات متحده آمریکا از افغانستان را بعد 18 سال جنگ تعیین کرده است. در توافقنامه‌ای که بین ایالات متحده آمریکا و گروه طالبان به امضا رسید، بیشتر بحث منافع دو طرف است تا اینکه بحث مردم افغانستان. سازش امضا شده راه مکالمه مستقیم میان حکومت افغانستان و طالبان را باز میکند. زنهای افغانستان میگویند نظر آنها هم باید به اعتبار گرفته شود. امید است که حکومت افغانستان و هیئت فراگیری که آنها را سر میز مذاکرات با طالبان میشینانند برای بررسی یک سازش سیاسی به خاطر حمایت حقوق زنان آماده باشد. طالبان اشاره کردند که حقوق زنها را برای تحصیل و کار حمایت میکنند. ولی طالبان از حضور یک جایه مردان و زنان هشدار دادند و جنگجویان طالبان به مکتب‌های دخترانه حمله ها انجام دادند. ما باید شرط‌هایی گذاریم که طالبان با حقوق زنان موافقت کنند و اگر آنها این شرط‌ها را اجرا نکردند، حکومت افغانستان و دیگرها می‌توانند دیگر سازشنامه‌ها و موافقه‌ها را که در چهارچوب توافق سیاسی حاصل شده است بیکار کنند. and other terms that they have agreed to within the political settlement. مکالمه مستقیم میان طالبان و حکومت افغانستان قرار است 10 مارس شروع شود.